با دیگر مخالفینی که به این نظر هستند که شما این میراثی حرکت سیاسی را دارید دزدی میکنید. یعنی همین خیلی فهمیش شده است از دیدگاه بسیاری اشخاصی که بنده با اونها صحبت داشتم. این حرف میتواند موجود باشد، اما باید ما با واقعیت نظر بدیم. من همطوری گفتم وقتی که ما اسمای خود را رسما نوشتیم در اون زمان، حتی بود شخصی که دیپلم حقوق شناسی داشت، جوانی تحصیل کرده بود. من اون زمان گفتم که برادران بیایید کسانی که تحصیل کردن باید پیش بروند، کسانی که زبان میدونن باید پیش بروند. و هیچ نفر جسارت نکرد چهره خود را آشکار بکند و هیچ کس جسارت نکرد پاسپورت خود را بسپارد و در اونجا از اسمی او تشکیلات بسازند رسما. یعنی تو این درجه ترس وحشت در اغلب اشخاص بود. وقتی به اروپا آمدیم، اشخاص یا که به ترکیه رفتن، بعضی از اشخاص چهره‌های خود را آشکار کردن و دارای کدوم سازمانی شدن، این به من ربط ندارد. وقتی که من به کشوری اروپا سفر کردم و بعد از دزدیدن مقصود ابراهیموف در سال 2015. Your customers expect a seamless and engaging digital تشکیل شد انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان. در داخل همین انجمن اینها تشکیل کردن انتخابات گذراندن که سازمان جوانان راهبرش معروف لنگرچیف شد و معاونش محمد صابر عبدالقاهر. من رسما در سامانه فیسبوک خودم نوشتم که من معاون سازمان جوانان برای تاجیکستان این قرار را قبول ندارم. این قرار بدون شاگردان مقصود ابراهیموف و بدون تصمیم شورای سازمان صورت گرفته. انجمن یک نهادی ائتلافی است. او چی حق دارد که رئیس یک سازمانی که وارد می شود قبول کند؟ سازمان گروه ها میتونه رئیس انجمن را تعیین کنند، نه انجمن میتونه رئیس گروه ها را تعیین کند، چون کار یک گروه کار داخلیش است. رئیس او گروه باید همون گروه چی کند، تصمیم بگیرد. این خلاف معیاری هر یک سازمان است. من این رو در سامانه خود نوشتم و نپذیرفتم. بعداً برادر ما سهراب ظفر اون زمان عضو شورای انجمن بودن، به من برآمدن گفتن که این کار من حل میکنم. زنگ زدن، همین چیز از پاک شد. ولی بعد از 2 ساعت دوباره همین چیز نشر شد و اینا مبارزه خودشون، یعنی معروف لنگرچیف راهبر شد. این چیزی که ما قبول نداشتیم و سپس بعد از 1 سال مبارزه دوباره معروف لنگرچیف از وظیفه کنار رفتن و محمد صابر عبدالقاهر را رئیس گذاشتن که بعد از 6 ماه مبارزه توانایی اداره نداشتن، نه کادر داشتن، نه توانایی داشتن، نه وبسایت ساختن، هیچ کاری برای این سازمان نکردن و مجبور شدن که بیان زیر هیئت گروه 24 در یک قالب ایره قرار بدهند و او شد بخشی از کادرهای گروه 24. درست. همین سازمان تنها رخنه‌ای در مابین شما با گروه 24 ایجاد کرد و شما پس از اونجا بیرون شدین، یا اینکه چیزهای بیشتر از این بودن؟ اگر برای تماشابینان یعنی بتوانید بفهمانید چی گپ شده است، چون این آهسته آهسته دارد این کار یک راه دیگر را میگیرد و با اینه که با بسیاری سیاستمدارها صحبت داشتیم، آنها به این نظر هستند که خوبتر میشد که عبیدالله سعیدی با این انرژی که دارد بتواند یک حزب سیاسی تشکیل کند و این را دوباره زنده کند و از یعنی به زندگی بیارد یک حزب یا ایده را. نمیتوانست که همین همه چیزها یک طرف باشن، اختلافات را مثلا دور بگذارید، کنار بگذارین و یک راهی بگیم که نیترال نیره برای خود انتخاب کنین که همه چیز تنها از خود شما باشد. ایده شکی نیست که میشه چون این کار کرد، ولی اینجا سبب برآوردن من باعث کردید که این سازمان جدا بگردد. چون وقتی که ما در شورا بودیم یک مشکلاتی به میان آمد، من از تمامی بچه‌ها بخشش پرسیدم و گفتم برادران همین اشتباهی به میان آمد، من خطای خود رو قبول میکنم و از تمام شما. سلام علیکم دوستان گرامی، هموطنان عزیز. صدای ما در پخش مستقیم هست، صدای ما را دارید دوستان گرامی. بخشش وقت شما رو گرفتیم، یک مدت مشکلات میکروفون بود و خودی شاید صدا در اولی نوار اون صدای ایلوگی گذاشتیم برای امتحان بود و شاید این صدا را خوب برای شما نرفته باشد، چون مشکلات اینترنت و مشکلات میکروفون بسیار مراجعت کرد از اولی برنامه و همین خاطر اگرچه برنامه را در وقت معین ما
نشر کردیم هم مشکلاتی صدا وجود داشت. حالا اگر صدای ما در پخش مستقیم باشد بچه‌ها بنویسین و انشالله که برنامه رو آغاز میکنیم و کوشش میکنیم که هرچی کوتاه‌تر برنامه رو انجام بدیم تا به همه ما مفید باشه انشالله. خب صدای ما انشالله خدا کنه که باشه. خب اینو من خاموش کنم، دیگر قسمت ها رو بیارم این طرف. یکم قسمت بچه ها صدا باشه اگر در یوتیوب بنویسید. بله صدا هست. خب صدا هست بچه ها؟ بله فکر میکنم اینترنت بزی بس بچه ها نوشتن یک بار دیرتر با ما رسید، میتونه سبب مشکلات اینترنت باشه. مشکلی نداره انشاءالله. صدا از همه مهم صدا هست و این مهمتر از همه چیز است. زنده و سلامت باشید دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما دوستان، برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، شما رو به برنامه 52 قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم. با شما هستم عبیدالله سیدی، راهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان و مجری برنامه امروزه قدرت و حقیقت. و کوشش میکنیم در یک ساعت اخیر پیرامون موضوعی که اسمش رو گذاشتیم صحبت کنیم و تحلیل های خود را نسبتی همین قضیه ها برای شما پیشنهاد کنیم. هموطنان و برادران گرامی، شما رو باز هم یک بار دیگر به عید گذشته تبریک میگیم و امیدوارم که عید در تاجیکستان به آرامی و در خانواده شما آسایشتگی برگزار شده باشد و شما از رمضانی که گذشته بردید لذت بردید و دعا و نمازهای شما قبول گردیده باشد. بعضی از دوستان به همین ترتیب برای ما نامه فرستادن و صدای روی کردن که به جشن نوروز رو شما تبریک نکردید. البته مشکل نداشت تبریک کردن این یک جشن ها، ولی باید مفهوم تبریک هر یک جشن رو اصلا نگاه کرد، چون ما برای تبریک کردن نوروز باید اولا به همون سال خورشیدی بر بگردیم و اگر که ما توانستیم حروف خود را تغییر بدیم و به سال خورشیدی بر بگردیم و او را همچون یک سال نو خورشیدی می شود تبریک کرد و مشکل در این نخواهد داشت. اما در مفهوم امروزه نوروز در تاجیکستان همچون یک عید عنعنوی زردشتیان تجلیل کرده می شود و رسوم هایی که در داخلی همون انجام داده می شود خلاف عنعنه ها و فرهنگ امروزه مردم تاجیکستان است که زیاده از 99% مسلمان هستند و این باعث کردید که ما نوروز رو تبریک نکنیم، زیرا مردم ما در آرامی و آسایشتگی زندگی نمی کنند که چون این یک جشن ها را تو امروز جشن بگیرند. برای یک جشن های دبدبه را انجام دادن و در قدم اول مردم دارای جای کار، تامینات و تمام امنیت و تمام چیزها را برایشان فراهم آورده شود و بعدا ما می توانیم از بعضی از چیزهای خولی بگیریم و برای مردم مصرف کنیم و یک عیدهای را که اگر لازمانه باشد جشن بگیریم. و در ارتباط با عید قربان و یا عید رمضان، این عید مردمی است و مردم خودش این عید را جشن میگیرد و نیاز به دوتاب ندارد، نیاز به مصرفات حکومتی ندارد و این حقی مردم است که خودش میتواند دیگر رو تبریک میکند و برای مردم و همسایه های خود یا هموطنان خود دسترخوان چی میکنند میگذارند. حالا عید نوروز برعکس شده است، یعنی کاملا عنعنه و جشن ها و مراسم ها از بودجه دولت و از اجبار کردن سرمایه گذاران انجام داده می شود که این خلاف تمام معیارهای انسانی و دولتداری است. بر همین اساس ما در اینجا خودمون خوش نکردیم و هرگز چنین ایده‌هایی که بالای مردم ما به مجبوری جشن گیرانده می شوند ما تبریک نخواهیم کرد. تبریک در آن صورت رخ خواهد داد که اون همچون یک سال نو خورشیدی برای مردم، همطوری که در دوران دولت سلجوقیان همچون یک سال نو خورشیدی اولی بهار
جشن گرفته می شود که امروز تقریبا در ایران هم همچون یک سال نو جشن گرفته می شود و ایرانی ها هم رو همچون یک سال نو میدونن، اولی بهار. چون این یک اگر عیدهایی باشد که به دین تعلق نداشته باشد مشکل ندارد، علاوه بر این مصرف از جانب حکومت زیاد انجام داده نشود، عید مردمی باشد، عید مردم جشن میگیرن، بر همین اساس مشکل نداره. ولی در غیر صورت تبریک کردن چون یک عیدها برای ما که از جمله مسلمان هستیم بسیار کاری درستی نخواهد. مسئله دوم برمیگردیم دوستان گرامی و هموطنان عزیز، موضوعی رو که انتخاب کردیم بالاش صحبت می‌کنیم. یکی از اساس‌هایی که ما اسم موضوع رو امروز با ترتیب گذاشتیم که چی کسی نمیگذاره در تاجیکستان، حقیقت‌هایی که وجود دارد، یعنی حقیقتی که وجود داره ما بدونیم، چی کسی باعث میگردد که ما نمیتونیم حقیقت رو بگذاریم. در داخل همین جمله من میخوام چندین مسئله هایی رو بررسی کنیم و تحلیل کنیم که آخر به این مضمون برسیم و بفهمیم که کی نمیگذارد ما نگذاریم، یعنی حقیقت ها رو نداریم. بر اساس همین من میگذارم به چندین نقاطی که انشالله اینجا صحبت خواهیم کرد. در قدم اول من میخوام یک موضوعی رو برای شما یادآور کنم که در گذشته یک از سبب‌های قتل و کشتار در ولایت مختار کوهستان بدخشان این حمایه از یک خانم بود. یک خانم بدخشانی به اداره پلیس میآید و میخواهد مدارکش را یا اسمش را تغییر بدهد و دوباره به روسیه برگردد، زیرا در روسیه او را دپورتاسیون کرده بودند. و وقتی که به اداره پلیس میآید یک پروکورور از او طلب میکند که در عوض همبستری یا اینکه شهوت من میتونم برای تو کمک بکنم و این نفر میاد به گلبدین زیوبکوف این خانم این مسئله رو میرسوند و گلبدین زیوبکوف میآید بعد کل جامعه مردم و جوانان بدخشان میرسوند و مردم میآیند از حقوق همین زن دفاع میکنند، از حقوق همین زن دفاع میکنند و این باعث میگردد که همین پروکورور یا اینکه امنیت تاجیکستان بولوی گلبدین زیوبکوف یا پرونده پوشیده‌ای ایجاد بکند. در قدم اولیت تلاش میکنن، کوشش میکنن اینها رو باز بازپرسی دعوت میکنن و در زمانی یادگار فیضف این کار انجام یعنی خاتمه مییابد و او کوشش میکند که این کار در سطح بالاتر نرود و این کار خاتمه بیابد. هر دو طرف رو راضی میکنند و این کار خاتمه مییابد. اگرچه جوانان نیرومند بدخشان فرزندان اصیل تاجیکستان میآیند این پروکورور رو چیکار میکنن؟ بازپرسی میکنن، خودشان میگن از مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان بابت این کار را که انجام دادی عذر بخواه. اون نفر یک عذرخواهی میکند، اما به هر صورت در دلشون کینه و کدورت و عداوتی که نسبت مردم بدخشان دارد چیکار میکند؟ ادامه میدهد و نسبت گلبدین زیوبکوف یک پرونده پنهانی باز میکند. و همین ترتیب قطعی در سال 2021 اگر اشتباه نکنم بعداً میآیند گلبدین زیوبکوف رو با همون سلاح قطعی در منطقه‌شان به قتل میرسونند. این را وقتی که به شهادت میرسونند مادری همین گلبدین زیوبکوف جسارت میکند، جسد فرزندش رو گرفته به میدان میرود و خونبه های فرزند را چکار میکند؟ طلب میکند. و مردم بدخشان در ناموسی که مادر جسدش را به جای به گورستان ببره، جسد فرزند را، جسد را به میدان میارد، به میدان برآمدن. طول 4 روز چیکار کردن؟ در میدان ایستادن و بالاخره یک کمیسی تشکیل شد. مردم به خانه‌های خود برگشتند، کمیسی عبارت از 44 نفر و کوشش کردن با حکومت گفتگو کنن و کسایی که جنایت کردن اونها چیکار کنن؟ به جوابداری بکشن. در حالی که در روند همین تظاهرات 3-4 نفر نیز کشته شد. و بالاخره حکومت آمد نه اینکه تمام اون کمیسی تشکیل شده بود اونها را زندان کرد، بلکه حمله کرد به ولایت مختار کوهستان بدخشان. تمام جوانان زیاده تقریبا از 150 نفر رو به قتل رساند. لیدر مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان محمد بوفیر رو را به شهادت رساند و تمام بدخشان رو به خاکزار تبدیل کرد. و حالا زیاد از مردم فکر می‌کردن که چون این واقعه دوباره تکرار نمی‌شود، ولی در هفته گذشته یک حادثه ننگینی در ولایت مختار کوهستان بدخشان ایجاد شد، صورت گرفت که تا امروز من نمیدونم که چگونه مردم تاجیکستان اجازت میدن به خود که چون این حادثه ها خاموش بمانند. یکی از افسرهای تاجیکستان
در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای ملاقات کردن با یک دختر زیر سین که صف 10 میخوانده است، به همونجا به خانه بدیهای اونها سفر میکند، با اونها ملاقات کند. یکی از پدرانی که 5 فرزند دارد آمده است و در همون قد کوچه او را وقتی که میبینه نمیگذاردش بیاید که خشتبار اون دخترم بوده است. این افسر برمیگرد میگیرد یک پیستولیت را و به همین جوانمردی که پدر 5 فرزند است تیر خالی میکند که در سوی بیمارستان رفتن به هلاکت میرسد، به شهادت میرسد. بیایید این اخبار رو از رادیوی آزادی با هم گوش میکنیم و در رابطه با این صحبت میکنیم. من نمیفهمم چرا بیا یک بار ما را از نام سازی کنیم. باشه. با گذشت یک روز از حادثه کشته شدن یک جوان 34 ساله و صاحب 5 فرزند از سوی یک افسر وزارت کارهای داخلی در ناحیه ونج تا کنون خب دوستان گرامی، صدای ما هست؟ دوستان عزیز صدای ما هست در پخش مستقیم؟ فکر کنم مشکلات اینترنت داره در اینجا. صدای ما هست در پخش مستقیم؟ صدای ما هست بچه‌ها؟ خب اگر صدای ما باشه دوستان گرامی، من کوشش میکنم که این را خودم بخوانم، چون همونطوری که شما میبینید مشکلات اینترنت وجود داره و از این طریق امکان دارد که ویدیو را نتونم گذاشته. به همین اساس من این را کوشش میکنم خودم بخوانم و شما میتونید این را گوش بکنید. با گذشت یک روز از کشته شدن سلامچو غلجیو 34 ساله پدر 5 فرزند از سوی یک افسر وزارت کارهای داخلی در ناحیه ونج، مقامات تاکنون حادثه را شرح نمیدهند. در دادستان ناحیه روز 19 مارس تنها گفتند که واقعه از سوی دادستان حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان تفتیش می شود. نعمت غلجیو برادر سلمچو غلجیو در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی تصدیق کرد که به ضد افسر وزارت کارهای داخلی که از او ایق نام برده می شود پرونده جنایی باز شده است، در بازداشتگاه شهر خاروق قرار دارد. ولی نعمت غلجیو نمیداند که پرونده بر اساس کدام بند قانون جنایی باز شده است. حادثه شب 17 مارس در دهه راهروی ناحیه ونج روی داد. در حالی که مقامات تفسیرات نمیدهند، یک منبع باوربخش به رادیوی آزادی گفت ماجرا گویا بر سر رابطه افسر وزارت کارهای داخلی با یک دختر مکتب خوان که خیش جوان کشته شده است سر زده است. شما اینجا رو خوب دقت کنید، یعنی رابطه همین مناقشه بر اساس اون چیز سر زده است که همین افسری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میخواست است به یک دختری که زیر سن است، یک دختر مکتب خوان که خیش همین جوان کشته شده است سر زده است. همین نفر اومده است با این نفر شروع کنه ملاقات کنه با دختر زیر سن. ببینید بازم اون ببینید کدام ساعت ها افسر تخمینا ساعت 9-10 شب با مقصد دیداربینی با خواننده صنف دهم با ده اومده است. با سلمچو روبرو شده جنجال میکند، سپس ایقه با استفاده از سلاح تبلیغی خود به طرف غلجیو تیر میکشاید و او را در راه به بیمارخانه به هلاکت رسیده است. افسوده است هم صحبت ما. شما ببینید تو این درجه را در وزارت ها و اداره های دولتی فساد زیاد شده است که افسر پلیس میآید به جای حمایت، حفاظت و نگاه کردن جامعه میآید به کودک، یعنی یک پدافیل میآید ملاقات کردن به یک دختر زیر سن که در تاجیکستان تا 18 ساله طبق قانونی
جمهوری تاجیکستان زیر سیم و شمار می رود. میآید ملاقات کردن، در حالی که این پدر مهربان، این نفر بناموس با وجدان برمیخیزد، میخواهد دفاع کند از حق خانواده خود، از حق خشتبار خود، از حق خواهر مسلمان خود. چیکار میکند این افسر؟ از تپانچه او را چیکار میکند؟ به هلاکت میرساند. یعنی ناموس تا کجا وجود دارد زمانی که یک پدر به خاطر دفاع از فرزندش کشته می شود و جامعه باز چیکار میکند؟ عنعنه و جشن و مراسم ها. حالا ببینید دوستان گرامی، در حالی که ما اینجا به گوگل میریم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ما اگر بر رادیوی از پیروز همجا بر بگردیم، رادیوی از پیروز، ما همجا بریم به رادیوی از پیروز. در رادیوی از پیروز در مسئله برگزار شدن جشن مراسم ها در تاجیکستان نشان میدهد که در ولایت مختار کوهستان بدخشان بزرگترین جشن نوروزی برگزار کرده شد. جشن نوروزی این در کدام حالت صورت میگیرد؟ در زمانی که یک جوان، یک پدر چیکار میکند؟ کشته میشود به خاطر دفاعی سرزمینش و اونها میرن رقص سرود میکنن. ببینید، در حالی که در همینجا یک نفر به اسم دوستدار وطن در کامنتریه چیزی هست از ما تنقید میکند، تنگ میگوید و هزارها اسم میبرد. فکر میکند که اگر ما امروز نوروز رو تبریک نکردیم، هدف و مقصد و مرام نداریم که چرا باید ما نوروز رو تبریک کنیم یا که تبریک نکنیم. اگر ما تبریک نکردیم هدف معین است، چون خونبهای این ملت، آب چشمی فرزند یتیم این پدر ما را اجازت نمیدهد که خرسندی بکنیم. ما را اجازت نمیدهد که غم شهدایی که تو امروز کشته شدن از آنها بگذریم. و میگوید شما از خاک ایران دفاع نمیکنید، ایرانی که امروز به خون آغشته شده است. تو چگونه در تاجیکستان اجازت میدی یک نوروز با عنعنه، با سرود، رقص، می، میلیون ها پول در اوجا مصرف کرده شود، ولی امروز یک هموطن تو در بدخشان کشته می شود، فرزندانش یتیم میمانند و همین گونه در ایران هزارها نفر بی خانه، بی سرپناه کشته و غلطیده می شوند به زمین. و حکومت تو امروز میاد چیکار میکند؟ به جای دفاع سرزمین خود، به جای دفاع مردم خود، به جای دفاع هم میهن خود، میآید رقص سرود، هزارها میلیون ها دلار رو مصرف میکند و مردم گشنه و گدا میگردند. این در کجا، در کدام معیار قبول میشود؟ چگونه امکان دارد که ما اینقدر مصرف کاری را برای خود اجازت بدیم، جشن‌های با عنعنه را بگیریم، ولی فرزندی سرزمین ما در وطن ما کشته شود، فرزندی سرزمین ما در مهاجرت کشته شود. ما امروز نه تنها در داخل کشور کشته می شوند، مثل سلامت شاه امروز هزارها فرزند تاجیکستان در خارج داخل کشور به خاطر دفاع ناموس زنی تاجیک کشته می شود. یک زنی روس میآید یک دختر تاجیک مسلمان رو در قد کوچه با حجابش است منع میکند، نوارش در تمام جا هست، میگوید که ای تو چی لباس میپوشی، چرا نمیره در وطن خودت بپوشی؟ میگه این حقی ما است. زن میگه چرا حق خودت در وطن خودت اجرا نمیکنی؟ در وطن خودت این ممکن نیست همین لباس رو پوشیدن. امروز مردم تاجیک با یک حکومت روبرو هستند که از دجالتر است. از این حکومت ظالمتر دیگر وجود ندارد. بیایید چند مسئله رو ما بررسی کنیم. اولا به همین کامنتر یکی بچه نوشتن، چندین مسئله ها را در داخل تاجیکستان نگاه کنیم که چگونه نوروز رو در مناطق تاجیکستان جشن گرفتن. خب
بیایید اینجا ببینیم. در گوگل بنویسیم نوروز در ولایت نوروز در ولایت با کوهستان بدخشان. خب خب این من این را یک طرف بگذارم، نوار دیگر را بگذارم. اسکرینش بله. بله همونطور که شما میبینید این نوار را من بزرگتر کنم. صدای بهار با قدم‌های نرم می‌رسد. زمین نفسی تازه می‌کشد و دل انسان با خود یک سرود نو می‌گیرد. نوروز می‌آید با بوی گل، با آهنگ دل، با شادی به انتها، در قلب خروخ، جایی که کوه‌ها سرود می‌خوانند. یک شب پر از موسیقی انتظار شماست. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان بزم با شکوه نوروزی فضای ناتکراری ایدانه و در مرکز این همه زیبایی، صدایی که احساس را بیدار می‌کند، صدایی که نوروز را به دل‌ها می‌آورد. نوباور چنورا 23 مارس ساعت 17:00 باغ فرهنگی فراغتی شهر خروخ. یک همونطور که شما ببینید در باغ فراغتی در روز 23 مارس یک نوروز با عنعنه‌ای با اشتراک جانورد بود، علی اسمی همین سراینده را من نمیدونم راستی برگزار کرده شد، در حالی که چند روز پیش فرزند همین سرزمین در داخل همین ولایت به قتل رسانیده می شود و در نزدیک همین از اون طرف بدخشان بگذر مرز ایران، در ایران هر روز یک نفر کشته می شود، یک نفر دینی، صدها نفر کشته می شود. چگونه شما به خود اجازت میدید؟ چگونه شما به خود اجازت میدید چون این یک جشن‌های باشکوهی رو انجام بدید؟ و اگر شما یعنی اومدی رحمانوف در همین صحبت‌های اخیرش عین اول اگر من پیدا کنم در یوتیوب در همین صحبت‌های اخیرش در بوره نوروز یا چند اگر من عین اول اگر را بسام پیدا با خندتون میگیرد در مسئله یک دیگر فهمی نمیفهم صلح و ثبات فقط رقص کنید فقط بجنبونید نمیفهم فقط اینجوری کنید و اون طرف میگردد وقتی با ایرانی صحبت میکنند ما در پشت شما هستیم 120 چند تا فورایی که کامیون برای شما روان کردیم ما دیگر من نمیفهمم در حالی که دقیقاً مردم تاجیکستان میدوند که تمام این کمک‌هایی که رفته میشود از جانب تاجیکستان با دستوری بزرگترین کشوری که در تاجیکستان رو اداره میکند روسیه اون است او اجازت میدهد با این حکومت‌های میده چیده مثل ازبکستان مثل ترکمنستان مثل تاجیکستان که به ایران کمک کنند وگرنه هیچ کمک از جانب اینو رخ نمیدهد صدا بلند کردن نمیتونه. شما تصور کنید که همین کمک‌ها از جانب تاجیکستان به اجازت خودش انجام داده شود و روسیه برای او اجازت ندهد و امریکا بهانه پیدا کند که یا اروپا که در داخل همین کامیون‌ها یا فروهایی که اینو روان کردن همون پهپادهای شهیدی که در داخل تاجیکستان ساخته می‌شود یا که لوازمات جنگی که فدراسیون روسیه در داخل تاجیکستان هست توسط همینا روان کرده شده باشد هر بهانه پیدا کند هزارها راننده ما که در اینجا توسط همین فروها یا که کامیون رفتن از آسمان تیرباران کرده شود و تاجیکستان در یک تحریم بزرگی قرار بگیرد. شما تصور نمیکنید که چون این حالت ها با وجود خواهد پیوست وقتی که اجازت از بالا وجود نداشته باشد.
فکر میکنید حکومت‌های میدهک مانند تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان میتونن چنین یک کارها را انجام بدن؟ در شکی نیست که دستور از بالا است. ما طرفدار اونی نیستیم که ضد اونی نیستیم که حکومت امروزه امامعلی رحمانوف به ایران کمک کند. ما طرفداری چیز هستیم؟ به مردم ایران باید کمک کرده شود. مردم واقعا در ایران امروز نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند، نیاز به دوا دارند، نیاز به مهر و محبت دارند. این در شک نیست. ما طرفدار چیز هستیم، ولی به علاوه همه امین باید بر اساس منفعت مردم تاجیکستان این کار انجام داده شود. ما باید ببینیم که چیز به فایده و مفاد ما هست و چیز به مفاد فایده ما نیست. وقتی ما یک چیز را به فایده خود نمیدانیم، باید چیز انالیز کنیم، تشخیص کنیم و ببینیم که این چیز تا کجا میتواند به ما ضرر برساند. اگر همین سال نوروز با این قدر شکوهی که تجلیل گردید در تاجیکستان اگر تجلیل کرده نمیشد و همین پول و مولی که در همینجا مصرف میشد به مردم ایران روان کرده میشد و میگو ما در غم شما شریک هستیم، ما دقیقاً اعتماد باوری میکردیم که نیتی حکومت امروزه با سرداری امامعلی رحمانوف خالص است. یعنی میشد با این اعتماد کرد که همین خالصانه میخواهد کمک کند. تو چگونه میتوانی چنین یک جشن ها را برقرار بکنی وقتی 2 میلیون مهاجر در خارج کشور داری؟ تو چگونه میتوانی اینقدر اجازت بدی که رقص، سرود، پول، مال، تمام خراجات در اونجا انجام داده شود ولی یک بریده نان، یک بریده گوشت را مردم تاجیکستان خوردن نشان نداشته باشند؟ مردم تاجیکستان به برق تامین کردن نشود. امروز در تمام مناطق تاجیکستان تقریبا لیمیت برق وجود دارد. تو عین حالی که حالی است در مناطق تاجیکستان در بیشتر مناطقش لیمیت برق وجود دارد. همین زمستان تقریبا اغلبی وقتا لیمیت برق وجود داشت، به مردم برق تامین نمی‌کردند. با اویل‌های کم بضاعت تو امروز نبردن یک بریده گوش میدیند. چرا فرزندی امامعلی رحمانوف پول مال زیاد داشته باشد، نبیره‌اش میلیاردها دلار داشته باشد، بتواند در دبی و در هر کشورها به هر طریقی میخواهد زندگی کند و از اسم او به هزارها نفر من اینقدر پول دارم کمک میکنم، ولی مردم ما توانایی خریدن گوشت را نداشته باشند. 1 کیلو گوشت امروز در تاجیکستان چند پول است؟ تقریبا حدود 100 سومون است. در همین اروپا 1 کیلو گوشت 100 سومون تقریبا نیست. 1 کیلو گوشت نمیفهم در 7 یورو میخریش. پس وقتی که در اینجا گوشت از تاجیکستان ارزانتر است، معاش بعد 10 برابر تاجیکستان بالاتر، در کجا ما میتوانیم بگوییم که تاجیکستان میتواند در هر ساحه پیشرفت کند و یا اینکه امامعلی رحمانوف امروز خدمتگزار مردم است؟ مردم تاجیکستان باید 12 ساعت تا امروز کار بکنن، تلاش بکنن، حکومت را مجبور بکنن تا اینه که ما بتوانیم به یک زندگی معمولی بر بگردیم. جامعه ما تو اون درجه را پس رفته است که ما در یک منطقه، در یک خانواده علاقه به یک دیگر اعتماد باوری کردن نمیتوانیم. در داخل یک خانواده امک بچه با یک دیگرش در حکومت میروند بازی میکنن. در یک دهات تا بزیان اوخه هم پل مولی که همونو رو معاش میتید، همین مردم رو تامین بکنید، مطمئن باشید که همین مردم دیگر نیاز به اون بزو ندارد. شما مردم خودشون به شما اعتماد باور میکنن، نیاز دیگه به بزنس اونا دیگه اصلا خلاف هیچ کنه خواهد کرد. شما همین معاشی که امروز به همین بزکای قشلاق‌ها، دیهات‌ها، جماعت‌ها پرداخت میکنید، همین کم بضاعت‌های همون دیهات‌ها را کمک کنید، هر معاش تعیین بکنید، هیچ اتفاقی نمیافتد. مردم اصلا به شما اعتماد باور خواهد کرد. و همه جامعه را پری بس کردید، مردم را چوپلوس کردید، مردم را به
نزد یکدیگر یعنی منفور کرده. خب این خیلی نمیشود که باز در سمونه پرزیدنت داخل میشیم. در ساحه در همینجا امامعلی رحمانی رو چندین عکس ها و از روند جشن نوروز نشر شدگی است و ما ایرا به سمت شما کوشش میکنیم برسونیم و بعدا کوشش میکنیم نواری که از زمین روند مصرفاتی خراجاتی که صورت گرفته است او را انشاءالله که به سمت شما میرسونیم. همینطور که شما میبینید این روند اشتراکی امامعلی رحمانی در جشن نوروزی امسال است 21 نوامبر 2026 ساعت 19:56 نشر شده است و اینجا چندین عکس ها موجود است. ما عکس ها را میمونیم. همونطور که شما میبینید این شکوهاتی که انجام دادن همه اینو مصرف دارد. این طور نیست که بدون یگان مصرف برقی که در اینجا انجام داده می شود، اون سلیوت هایی که در اینجا چی میکرده می شود، همه اینها پول و مول است. ببینید همه این پول مردم تاجیکستان است. دختر امامعلی رحمانوف با سروزیر کشور اینجا رقص سرود. مردم تاجیکستان فقط از این حکومت همین را آموختند. در اینجا هم طوری که میبینید بانوان تاجیکستان رو تقریبا 99% روی مولش رو سر گرفتند. فقط همون یک لباسی نیم برهنه تاجیکی رو بخش از فرهنگ ما انجام دادن، اگرچه خانم تلاش میکنن زیاد دستای خود رو بر کنن، ولی به هر صورت میبینید که فقط کارکنان حکومت و دیگر عکسایی که در اینجا موجود است. میبینید رقص سرود و بازم رقصیدنی گل خانم. خب خب این همونطوری میبینید با قهار رسولزاده سروزیر با دختر امامعلی رحمانی در دست چپ و در دست راستش، اگر اشتباه اسمش هم نمیشناسم که اون کدام کارگری حکومت باشه به نظر. خب محمد رفیق کرامتلو با خواهرش. خب دیگر سرودخوانی و نمیفهمم رقص. خب این عکس ها تقریبا تمام شوی ندارد. هم داره که شما میبینید همطور که شما میبینید تقریبا تمام شوی ندارد. هر روز زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه. در حالی که ما اگر برگردیم واقعا و کلا نگاه کنیم جامعه ما امروز تقریبا زیاده از 50 نفرش کمبیزاعت است. 50 نفر جامعه تاجیکستان امروز کمبیزاعت است و کمبیزاعتی هر روز زیادتر و زیادتر میشود. جامعه ما هر روز به سوی بدتر و بدتر شدن میرود. هر روز ما یک زینه پستر میشه. در هر ساحه ما هر روز یک ساعت کار میکنیم عقب میریم. و جایی که ما در هر ساحه هر روز پیشرفت کنیم برعکس شده است. هر روز برعکس شده است. هر روز ما در یک ساعت کار میکنیم پایینتر میریم. خب من نمیفهمم که چرا باید ما برنامه‌های نوروزی با دبدبه انجام بدیم، اینقدر خراجات را انجام بدیم، اما وضع مردم در پایان‌ترین جا قرار داشته باشد. مثلا یک بار از سوال کنید از همین مهاجرای مهنتی کدام شما میخواهید در همین خارج کشور باقی بمانید؟ کدام شما نمیفراتون در داخل وطن در نزد زن و فرزند پدر و مادر در داخل وطن به جای کار تامین باشید و از همین جشن مراسمانه باشه؟ همین خراجات نمیخواهید که به یک خانواده کمبیزاعت پرداخت کرده شود؟
ба худо қасам ино мардумро девона карданд. масалан дар тоҷикистон ҳазорҳо тавоноие ҳаст ки мешавад омодагӣ гирифт барои баргузор кардани маросимҳои байналмилалӣ, то он барои Тоҷикистон сармоя биёрад. масалан футбол ва ҷоми Осиё, футбол дар ҷоми Осиё бояд дар дохили Тоҷикистон. Чаро натавонистанд амеро дар дохили Тоҷикистон баргузор кунанд? чун стадионҳо ва омодаи комил барои баргузории чунин як маросимҳо нестанд. ин метавонад соҳаи варзиши моро пеш бибарад. ин метавонад мардуми моро комилан омода кунад ки дар соҳаи варзиш бештар талош кунанд. тамоми туристҳо ва тарафдорои футболро ба Тоҷикистон дидшона ҷалб мекунад, дар футбол меоянд тамошо мекунанд. ин мардумро ҳам мардуми Тоҷикистонро ҷалб хоҳад кард, ҳам хориҷиёнро ба Тоҷикистон ҷалб мекунад ки меоянд дар футболҳо иштирок мекунанд ва ин сармоя ба мардум ҷамъ мекунад. ё конферансҳои байналмилалие ки ҳазорҳо конферансҳо баргузор карда мешавад. Қирғизистон чандин мизбони конферансҳо гашт дар соли гузашта. аз ҳамин тариқ ҳотелош пур буданд. хароҷоти масалан касоне ки дар ин конферансҳо иштирок карданд хеле болост. инҳо дар беҳтарин ҳотелҳо зиндагӣ мекунанд ва хароҷоти хеле зиёде анҷом медиҳанд ки ба давлат ва ҳукумат кӯмак мерасонад. буҷаи кишвар боло меравад. шумо чӣ гуна ба худ иҷозат медиҳед? ҳоло як масъалаи дигар ба миён омадааст ки яке аз масъалаҳои дигаре ба миён омадааст ки бисёр дӯстони гиромӣ аҳамият намедиҳанд. ҳамеша мегӯянд ки мо зидду нақис суҳбат мекунем ва дар мавзӯъҳои гуногуни фикр назарро намебинем. яъне мавзӯи имрӯзаи мо чӣ чизе аст ки ҳақиқатҳоро пинҳон мекунад. мо имрӯз аз чандин нуқот дар боло ишора кардем. ба ҳамин асос аст ки мо аз ҳар як мавзӯъ каме имрӯз суҳбат мекунем. мавзӯи масалан имрӯза телефонҳост. дар Тоҷикистон имрӯз ҳар телефоне ворид мешавад, мо боҷ месупорем барои. масалан телефонта имрӯз аз хориҷи кишвар мебари дохили Тоҷикистон, боҷ метиҳӣ барои телефони худ. мегӣ бояд дар Тоҷикистон телефон регистратсия кунед. телефони худам аст, харидамаш. шояд ман 1 моҳ 2 моҳ дар ҳамин Тоҷикистон бошам, ман муҳоҷири меҳнатӣ бармегардам мерам. бояд то телефонтаро регистратсия кунед. барои ин кора кардан ту бояд ба давлат пул пардохт кунӣ. ин пул ба ҷеби кӣ меравад? чаро ҳамин пул ба буҷаи кишвар расман ворид намешавад? чаро нишон наметиҳанд, ҳисобот наметиҳанд ки чӣ қадар аз ҳисоби маблағи телефонҳо ба буҷаи кишвар омад? чаро ҳаминро гузориш наметиҳанд? чаро гузориш наметиҳанд ки чӣ қадар маблағ дар ҷашнҳои наврӯзӣ масраф карда шуд? чаро инҳоро нишон наметиҳанд? чун медонанд ки агар ману ту, агар ҷомеа, агар кишвар аз ин хароҷот бохабар шавад, вазъият медонед дар кадом ҳолат қарор мегирад? дар бадтарин шароит қарор мегирад дар дохили Тоҷикистон. мардум дигар ҳеҷ вақт ба ин ҳукумат бовар нахоҳанд кард. мутмаин бошед. чун аз тарсе ки мардум нафаҳманд, ино чикор мекунанд? ино кӯшиш мекунанд ки дигар тамоми чизро пинҳонӣ анҷом бидиҳанд. яъне ё ҳисоботи нодуруғ медиҳанд ва ё ин ки аслан ҳамон ҳисоботро барои мардум намедиҳанд. ҳоло нигоҳ кунед. ҳоло дар маросимҳои наврӯзӣ аз нав телевизиони Тоҷикистон бо аз нав дар пахши мустақим ҳамин раванди консертро гузаштааст. мо инро намемонем. мо мегузорем раванди наврӯзие ки дар ӯ خب
ما اینجا از چی رو نگاه کنیم؟ چندین نوارهایی که در اینجا اینا نشر کردن از روند نوروز و اگر ما کوشش کنیم پیدا کنیم این صحبت ها در من لازم. این صحبت هایی است که بخشی در تلویزیون ها نشر شده است. خب جوانان من به شما مراجعت میکنم. این وطن شماست، این سرزمین اجدادی از شماست. سرجم شوید، خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، آینده وطن خود را شاهی بکنید، دیده سعادت جهان را. کلی مردم تاجیکستان، پدر و مادران، بار دیگر دعوت میکنم که با علم آموختن، کسب و هنر آموختن فرزندان صدچند کمک کنید. صدچند در این جهان هزاره سه همان ملت ها، همان دولت های عمر و سر برده میتوانند که اگر از لحاظ علمی و تکنولوژی پیشرفت باشد، از لحاظ سوادناکی ملتشان پیشرفت باشد. ملت چقدر باسواد باشد، صاحب کسب و صاحب هنر باشد، محتاج به یگان دولت نمی شود، محتاج به یگان کس نمی شود. همطور که شما دوستان دیدید در اینجا مرامون تقریبا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هموطنان عزیز، محترم ساکنان شهر دوشنبه، میهمانان و حاضرین گرامی، همه شما را به مناسبت فرارسی نوروز بین المللی صمیمانه تبریک میگویم. نوروز یکی از کهن‌ترین و پرمضمون‌ترین جشن‌های بشریت بوده. رمزی بیدارشوی طبیعت، سرشوی سال نو و زندگی نو، پاکی و بالندگی روح و اندیشه و تحکیم و گسترش ارزش‌های انسان دوستانه و اخلاقی به حساب می رود. این جشن از جمله آیین‌های بسیار دیرینه می باشد که در آن فلسفه زندگی، مکتب خودشناسی و تاریخ فرهنگ و تمدن نیاگان آریایی ما انعکاس یافته است. نوروز در سرگه آیین‌های ملی ما سده، تیرگان و میرگان جای داشته در طول تاریخ بیش از 6000 ساله خود از شیب و فرازهای زیاد عبور کرده است. زمان دایره تجلیل این جشن زیبای باستانی محدود گردید و زمان گویا فراموش شد، ولی هرگز از قلب و خاطر مردم نرفت، چون که ریشه در گنفاند ملی و هستی مردمی فرهنگی و صاحب تمدنی ما دارد. گذشتگان نگناب ما این میراث مقدس را چون ثروت بی‌بهای ملی خود حفظ نموده از نسل به نسل میراث داشتند و امروز آن به یکی از پایه‌های بنیادی و رکن جدای ناپذیر هویت ملی، فرهنگ و جهانبینی تاجیکان تبدیل یافته است. در برابر این نوروز و ارزش‌های انسانی آن با مرور زمان
و قلمروهای دیگر نفوذ پیدا کرده حالا به میراث عمومی بشری مبدل گردیده است. در جهان پرتضاد امروزه نوروز پل دوستی میان خلقها، عامل صلح و همدیگر فهمی و نمونه همزیستی تمدن‌ها گردیده. جامعه جهانی آن را همچون جشن بین المللی اعتراف نموده است. حکمتی در طول هزار سالها پایدار و استوار ماندن نوروز پیش از همه در آن است که به یگان دین و مذهب پایبند نیست. اساس آن را قانون طبیعت، از سردی به گرمی برآمدن، برابر شوی شب و روز، یعنی اعتدال بهاری و آغاز گردش نوی زندگی تشکیل می‌دهد. یعنی نوروز صرف جشن طبیعت و انسان است. همچنین نوروز ما را به نیکی و نکوکاری دعوت می‌کند. پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک چنین است فلسفه اصلی نوروز که آیین و باورهای آسمانی انسان‌ها بعداً از آن سرچشمه گرفتند. خب همطوری که شما دوستان دیدید و گوش کردید، یک مسئله هایی که بسیار نازک است و تبریک کردن نوروز به مسلمان مسئله همینجاست که چیزی که مولی رحمان خودش ذکر کردن، اون چیزی رو ذکر کردن که اگر انسان با همین نیت، یعنی با همین فلسفه نوروز رو قبول کند، اون چیزی که آسمانی هست و شعارش اون شعار زردشتی است و این واقعا در عقیده انسان واقعا درست نمی آید، چون یک انسان مسلمان چون این عقیده ندارد که نوروز یک عید آسمانی است و فلسفه او گفتار نیک، پندار نیک و امثال این چیزهاست. این امکان ندارد که چون این وجود داشته باشد. نوروز روزی نو است، یعنی اگر که ما از دیدگاه لغوی ببینیم روزی نو است و در هر زمان و هر مکانی به هر معنای او را چکار کردن برای ما بیان داشتن. مثلا در دوران زردشتیان را همچون یک عید زردشتی تصمیم می‌گرفتن، در دوران ساسانیان و اون حکومت‌های قبلی. ولی وقتی در دوران سلجوقیان آمد، سلجوقیان را همچون وقتی که عمر خیام یک کلندر جدید به میان آورد به اسم خورشیدی رو گذاشتن، سال نو خورشیدی، و همچون سال نو، روز نو، بهار نو تجلیل میکردن و شعار در این که یک فلسفه شعاری معین داشته باشد که این گفتار نیک، پندار نیک و امثال این چیزا باشد، چون این وجود نداشته است. بر اساس همین در هیچ کشورهای اسلامی که ما در آن زندگی میکردیم از جمله سلجوقیان، سامانیان و دههای دیگر با چنین فلسفه از نوروز جشن گرفتن نشده است. و اگر عقیده اون باشد که ما با این گونه که این حال اینا میگویند اگر بیان بداریم به عقیده ما ضرر میرساند، و اگر ما نوروز رو همچون یک بهار نو، سال نو و این چیزی تبریک کنیم مشکل ندارد، چون در دوران سلجوقیا و بعد از سلجوقیا نوروز همچون یک سال نو خورشیدی تجلیل کرده میشد و مشکلی ندارد که در اولی بهار برای کارکنان یک روز تعطیل بدهند و او را همچون یک روز سال نو که زمانه تغییر پیدا میکند و برای اونها جشن بگیرد. این مشکل ندارد. ولی به هر حال اگر با این عقیده که امروزه ملی رحمانوف دارد و امثال اینها باشند و ما بخواهیم با چنین رفتار، با چنین نیت اگر این را به کسی تبریک بگیم، این از دید ما درست نیست و در صورت درست می شود که ما به حروف فارسی برمیگردیم و به سالهای خورشیدی برمیگردیم، از سالهای میلادی دست خواهیم کشید و بعد از این میتوانیم چنین یک جشنی برگزار کنیم که اون سال نو خورشیدی باشد و وطن ما وطن صاحب استقلال و مانند ایران که در مقابل زورگوها ایستادگی کند و بتوانیم یک وطنی خوبی داشته باشیم. و این حال وطن ما زیر دست اجنبی است و زیر دست روسیه است و هر کاری که روسیه در داخل تاجیکستان میخواهد انجام میدهد و برای ما تاجیکستانیان اجازه داده نمی شود که چیکار کنیم؟ بیستیم، مبارزه ببریم و وطن خود را از زیر دست و سلطه دیگران چیکار کنیم؟ بکشیم و یا اینکه پیش بریم وطن منم. تصور کنید که
و تصور کنید که ما امروز در داخل وطنمون حق نداریم که تمام مکاتبی که در اونجا بر روسی تدریس کرده می شود اونها رو از بین ببریم. حق نداریم، تواناییش هم نداریم. برعکس حکومت امروزه تمام تلاشش رو میکند که مکتب‌های روسی در تاجیکستان زیاد شود. امروز در خوجند مکتب‌های روسی تو اون درجه زیاد است و طلبگار مکتب‌های روسی تو اون درجه زیاد است که صاحب استقلالی و اختیاری ما را تقریبا از بین میبرد و زیر سوال میکشاند. چگونه در یک دولت صاحب استقلال، در یک دولت صاحب استقلال و ملتی که میراث دارد، فرهنگ دارد، دین دارد، میتواند یک کشور دیگر بیاید زبان خود رو، فرهنگ خود رو، نمیفهمم همه چیز رو در داخل ما ترغیب بکند و ما بگوییم که در مقابل فرهنگ بیگانه ما مبارزه میبریم، پس بگیم که ما باز استقلال داریم. این گونه نیست. چرا ما توانایی مبارزه در مقابل لباس عربی و یا که ترکی و امثال این یا که ایرانی حتی که میگویند که لباس ایرانی است در مقابل اینها مبارزه بردن رو داریم، ولی چرا در مقابل مکاتب روسی، فرهنگ روسی توانایی مبارزه نداریم؟ امروز چقدر واژه‌های جدید یا کلمه‌های نوی ما از فرهنگستان روسی گرفته می شود؟ چرا امروز در تاجیکستان اینقدر به زبان روسی اهمیت داده می شود؟ چرا در قانون اساسی ما زبان روسی زبانی بین ملت ها باید باشد؟ یعنی هزارها مثال ما میتوانیم بزنیم که درست نیست و ما صاحب استقلال نیستیم و این چیزی که رحمانوف میگوید این خواب پوشیدن به چشم مردم و بیرون کردن مردم از فرهنگ اصلی خود هست. یعنی فرهنگی که 1400 سال تقریبا مردم ما رو به خود، با جان خود، با پوست خود، با خون خود آورده رسانده است، او رو میخواهد از بین ببرد و یک فرهنگی که معین مشخص نیست از کجاست او رو با میان بیارد. یعنی یک فرهنگی به اصطلاحی که گویا امامعلی رحمه رو به میان آورده است 1400 سال پیش وجود داشته است و او تقریبا از بین رفته بود و ما دوباره او رو احیا میکنیم. او رو چگونه احیا میکنی؟ کدام ایدئولوژی را میتونی به میان بیاری که مردم کاملا بتوانند پیروی اون باشند و این بتواند این ایدئولوژی جانشین ایدئولوژی اسلام شود؟ مثلا در دوران ساسانیان وقتی که نصرانی ها اومدن تبلیغ کردن، نیمی مردم ساسانیان نصرانی شده بود، مسیحی شده بود. وقتی که جنگ کردن همین مسیحی های داخل همین دولت ساسانیان به همون رومی ها کمک کردن و دولت ساسانیان شکست خورد. بر اساس همین اونو تلاش کردن یک ایدئولوژی گمشیده زردشتی را که دوباره احیا کردن و او را کردن ایدئولوژی ملی داخلی دولت خود و ادیان خود و توانستن دوباره مردم رو به همون دین برگردونن و در مقابل امپرای روم بایستن. و حالا اگر حکومت امامعلی رحمانوف چون این کار رو میخواد انجام بده، یعنی کل تاجیکستان رو باید از دین اسلام بیرون کرد یا اینکه زیاده از 80% رو و بعد بتوان یک ایدئولوژی جدید که حالا دین زردشت میتواند باشد، هر دین دیگه که اون ایدئولوژی مکمل باشد در خون مردم جای کرد. تو چگونه میتوانی یک مسلمان رو که عقیدهش مکمل است، یک جامعه رو که در آسیای مرکزی در تبلیغ دین جای اول رو میگیرد، مبلغای قوی دارد و میتواند سالها برای این دین کار کند، این رو از این خارج کرد؟ امکان ندارد. امروز اینترنت بسیار وسیع است، مردم خود رو مسلمان میشمارند و تبلیغ دینی اونقدر وسیع میرود که امکان بیرون کردن مردم و جامعه از این بسیار کم است، بسیار کم است و نمیتوانند چون این کار رو بکنن. اگر توانایی چون این کار رو هم داشته باشند باید اغلب مردم رو زندان کنن، بکشن و مردم رو از طریق زنها به ناموس بکنن، مردها رو یا زنها رو لوچ بکنن، زنان رو فاحشه بکنن، زنان رو رقاص بکنن و این چیز میتواند باعث بگردد که مردها چیکار کنن؟ کم کم ضعیف بشون و ناموس و اعتباری مردشون از دست بدهن و با این روندی که امروزه حکومت میرود، یعنی بی‌ناموسی و بی‌شرفی، به همین طریق پیش برود و در تمام نهادهای دولتی فساد وجود داشته باشد و همین گونه پیش برن، یعنی حرام خوری وجود داشته باشد، زیناکاری وجود داشته باشد، عرق خوری وجود داشته باشد، فسق و فجور وجود داشته باشد و همین طریق ما باید به یک دیگر شکر کنیم. خب نمیفهمم، یک از بیا خواهر یک از دیگر زنا کنه، یک از بیا خواهر یک کسی دیگر زنا کنه، پلیس برود در یک دهات خواهر یک از دیگر زنا کنه، اگر یک نفر برآمد بگه این کارو نکوره به قتل برسونه و این گونه کارها در جامعه ما باید رونق پیدا کنه به اصطلاحی که اگر حکومت اومده امروز اینا میخواهد.
این یگانه چیزی که مردم ما رو تو امروز اخلاق حمیده را برای اون نگه داشته است این دین مبین اسلام است و اگر این رو میخواهند از بین ببرن و یک دین جدیدی رو با میان بیارن یا ارزش ها و ایدئولوژی جدید را باید در قدم اول اینا بیاندیشن که آیا امکان دارد و این چند سال میگیرد و ملت چقدر عقب میزند. همین گونه ای که در سال 1928 تا 38 دو مراتب حروف ما رو اول به لاتین و بعدا به سریلیکی ایواز کردن و ایواز کردن چقدر برای ملت مردم ما تأثیر رسان و در مردم رو بسواد کرد، این گونه به وجود خواهد آمد که اگر اینا میخواهند دین مردم رو ایواز کنن تغییر بیان 100 ساله بیشتر لازم است که این ملت دوباره چیکار کنن؟ نسل نوین و بعدا برود به یک دین دیگری. و اگر این امکان باز هم داشته باشد که من امکانی رو خیلی کم میبینم که حکومت رحمان رو بعد از مردن پدرش و فکر کنم که دیگر یک دیگر رو میخورن و این برنامه‌ای که دارن باز طولانی نمیرود، فقط که دو قطبگی به میان میارد. یعنی این کاری را که امروزه اومدی رحمان رو انجام میارد دو قطبگی به میان میارد. دو قطبگی جامعه یعنی چی؟ جامعه ما برمیگردد بعد متفاوت بودن ادیان، یکی زردشتی، یکی مسلمان، یکی نمیفهم نصرانی، یکی دیگر ادیان و این در جامعه ما اختلاف به میان میارد که مثل لبنان امروزه یعنی نصرانی ها که مسیحی ها 30%، مسلمان های شیعه 30% و مسلمان های سنی مذهب 30% و 10% دیگر ادیان و هیچ وقت به خود کنار نمی آیند و همیشه اختلاف های گوناگونی بین خود دارند. و اگر چنین حکومت ها کار کنن و چنین ملت ها بخواهید داشته باشد با ادیان های گوناگون، مطمئن باشید که آینده مثل لبنان خواهد بود و جنگ های داخلی بسیار حد و کناری نخواهد داشت. امروز در تاجیکستان که تقریبا در یک ادیان و یک مذهب است، بسیار یک جامعه خوبی است که اختلاف ها در داخلش وجود ندارد و می شود او را چیکار کرد؟ بسیار بالاش کار کرد و جامعه را پیش برد. در غیر از صورت نمی شود جامعه را پیش برد. جامعه فساد زده خواهد شد، جامعه کاملا از بین خواهد رفت و یک جنگ داخلی طولان مدت وارد خواهد شد که مثل لبنان سالها از بین نمی رود این جنگ داخلی. برای همین ما باید به هر یک کاری را که حکومت میکند پیشکی بیاندیشیم که همین برنامه و نقشه ای تا کجا برای ما ضربه میزند. وقتی که عمر علی قوت خدا رحمتش کنه در سال 2012 وقتی به میدان اومد حرف میزد، در سال 2014 وقتی شروع کرد در زیرو کانال ولی صحبتایش هستند میگفت که آیا روز فردا میرسد، یعنی فردا روز میرسد که تمام شما رو از بین میبرند، اور ناموستون رو از بین میبرند، دینتون رو از دستتون میگیرن، حجابتون رو از سرتون میگیرن، باور اعتماد نمیکردید میگید دروغ میگید. امروز در تاجیکستان در کجا اجازه است که یک مسلمان با حجاب بتواند مکتب رو و در کوچه بگردد؟ شما در کجا میبینید همین قدر زنی که در همین نشسته است، همین زنایی را که میبینید، در کجا میبینید همین زنو یک نفر در سرش حجاب داشته باشد؟ مگر یک پیرزنی که یک دوکه سفید دارد که پیشیبرم بازم باز کاملا. شما در کجا میبینید؟ آیا گفتگوهای عمر علی قوتف برای شما بسنده نیست؟ اینها مادرای تاجیک نیستن؟ اینها مگر خودشون مسلمان نمیشمارن یا همه اینا علاقه دینی زردوش رو قبول کردن یا دینی دیگری رو که عمر رحمان رو پیروی میکنن؟ برای همین برادران و خواهران عزیز گرامی قدر، این حقیقت‌هایی است که به شما نمیرسونن، به شما نمیگویند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان میآیند دختر صنف 10 را که 17 ساله است ملاقات کنه کارمند افسر وزارت کارهای داخله و وقتی که پدر یک مسلمانی تاجیک میآید میخواد دفاع کند از خواهر خودش را به قتل میرساند. این را برای شما نمیگویند که افسر بدبخت میآید یک فرزند جسور این کشور را میکشد. این را برای شما نمیگویند در تلویزیون های تاجیکستان. این حقایق ها را برای شما میپوشانند سالها. نمیگویند که در نوروزگاه در ولایت مختار کوهستان بدخشان چقدر پول مصرف کردن، نمیگویند که در نوروزگاهی که در دوشنبه صورت گرفت در روز 21 چقدر پول مصرف کردن. این رو برای شما نمیگویند. نمیگویند که نبیره امالی رحمانوف اینقدر پولی که در دستش داره از کجا آورده است. رو برای شما نمیگویند، حسابات نمیدهند. اینها رو برای شما پنهان میکنن. نمیگویند پشت برنامه پوشیده ای
حکومت امامعلی رحمانوف چی است؟ این رو برای شما نمیگوین. نمیگن که این برنامه و این نقشه برای چند ساله از گرفته شده است که آینده ناموس و اعتبار و انسانیت و شخصیت شما رو از بین میبرند، دینتون رو از بین میبرند. این رو برای شما نمیگویند. یک برادر پیوست شدن. سلام علیکم ریگاری، بفرمایید دوستی رو. علیکم سلام، امیدوارم خوب هستی برادر عبیدالله. زنده باشه برادر، من خوب هستم، امیدوارم شما رو تنصیحت باشین. برادر همین تو چنده که مردم خاموشی رعایت کنه، این لعنت کرده پیرسگ امام علی مادر به خطا رفته حرامی چقر لعنت کرده این مرض، این همیشه مادرایی که نمیشه گولی کرده سروفونا لیچ یک زنه که کلون ایرمول کشیده ایکو کشی بر خوی الله این لعنت کنه. دین اسلام عید فطر تبریک نکرده، ایده که گذشته نوروزی تبریک داره. تا اون زمانی که این مردمی احمق مردوی دیوسی احمق اگر سرجم نشوه، این هموطنو سرجم نشوه، تا اون زمانی که میونشون نبندن سرجم نشوند متحد نشویم، تا اون زمانی که ما متحد نشویم، این امام علی لعنت کرده ای الله ملت توجیک با وضعیتی بعد به دین کرده میپرتوید. برای هوای سببی همه انمین بدبختیوی که شده است ویازی من سوستای صدای من هست؟ بله بله هست برادر صدای. سببی همه بدبختیوی که شده است اینمین مقامداروی لعنتی من بسیارتر میبینم که بسیارتر اینمین حرامزاده هایی که زبانیوشون بلند سگی وفادار امام علیان ای بینمین مرزو است. شما حرامزاده ها من میدونیم، شما حرامزاده ها اگر فرصتش بیا زمانش میبیا انشالله اون دوره پیش کشید که حرامزاده ها او دیگر نمیشه که با فریفته شود. یک حرامزاده ها من در جواب میدین همه. من کاری میکنم که شما یک پدرلانم رتباتون پدرلانتو نخورانم حرامزاده ها از زد میستون یکش هم میزنم یکش هم میخورانم حرامزاده ها. من شما یک کاری میکنم که همین دنیا کلانتی و در نظرتون شون میشه حرامزاده ها. شما من شما بیرام کرد امام علی لعنتی، تو من بیرام کردی، تو کردی سگی پیری بدخواهی دین ستیزی لعنتی. تو امروز بله برادر اینترنتش مشکل داره به نظر من اگر اشتباه نکنم. صدای برادر در شما هست در پخش مستقیم بچه‌ها؟ صدای ریگر در شما هست در پخش مستقیم بچه‌ها؟ در من نیست صداش. صدای برادر هست؟ برادر پرید مشکلاتی صدا داشت برادر. خب مشکل ندارد انشالله که امیدوارم که برادر تنصیحت و سلامت باشد. بله همه برادرایی که در اینجا پیوست میشوند متاسفانه از مشکلات حکومت امروزه بسیار رنج میکشند. هر روز یک توجیک در خارج کشور متاسفانه به بهانه‌های گوناگون یا دستگیر کرده میشود یا کشته میشود یا به بهانه‌های اتهام‌های گوناگون وارد کرده میشود. مثلا در ارمنستان روزی گذشته یک نفر رو به اتهام تروریسم دستگیر کردند و همین گونه در اخبارهای نوی و در یک کشور دیگر رو اسمش یادم نیست بازم یک توجیه دیگر رو شکار کردن دستگیر کردن و هفته گذشته نیز تقریبا 40 یعنی زیاده از 40 مهاجر توجیک رو به فدرال روسیه تقریبا راه ندادن. در یک روز یک هواپیما میاد 40 نفر رو دوباره باز میگردونن. یعنی هر روز یک حادثه وحشیانه انجام داده می شود که مردم ما متاسفانه با چنین کارها گرفتار می شوند و در پشت این کار فقط یگانه کسی می استد که او توانایی اداره همین ملت رو ندارد، یعنی امام علی رحمانوف توانایی اداره و توانایی گفتگو رو ندارد با کشورهایی که بتواند از ملت خود از هموطنان خود دفاع کند.
ما یادمون هست که کودکی چند ساله در گذشته کشته شد در داخل فدراسیون روسیه از جانب یک فرزند مکتب خانه این. او را نمیفهمم به یک زندان خیلی چند سال زندان محکوم کردن. قابل جان که 10 ساله بود اون نفر هیچ گناهی نکرده بود، فقط میخواست فرار کنه و حتی در بعضی روایت ها که کسایی را دیدگی است میگوید که اون نفر حتی تلاش میکرد که همکلاسای خود را نجات بدهد، ولی با وجودی هم و همین اومد قابل جان رو چکار کرد، گردنش رو زد و باز در اونجا شیارهای فاشیستی انجام داد. یعنی شما ببینید، تصور کنید که توجیه امروز با اون درجه اومده رسیده است که یک ذره احترامش وجود نداره در جهان، نه تنها در فدراسیون، در دیگر کشورها. ایلوا بزم همین فرزندی زیر سندی یک تاجیکستانی در روسیه امروز زندگی زیر خطر است. مکتب می رود، احتمال بازگشتش بسیار کم است. امکان ندارد که اون نفر مطمئن باشیم که همین نفر عین حال از مکتب برمیگردد با سلامتی خوب، چون اونجا که رفته فاشیستا در کنارش است. برای همین ما در تاجیکستان چیکار میکنیم؟ 6 تیم پشت نوروزی میگردیم، 6 تیم پشت جشن‌های فرهنگی میگردیم، 6 تیم گوش میکنیم. ولی رحمان رو که ادعاها میکند که نوروز یک جشن عثمانی است و شعار و فلسفه نوروز گفتار نیک، پیندار نیک، رفتار نیک است. شما میفهمین هدف از این چی است؟ برادر عبدالله شما پیوست شدین ولی ویدیوتون نیست. فکر کنم دوباره نه خوب شد اینجا خوب شد. بله. سلام علیکم و برکاته. سلام. شما نباشین زنده باشین برادر. داشتین صحبت باشین، سربلند باشین. بله، موضوعی که امروز در برنامه گفته گذاشتی خیلی موضوعی ضرور است برای کلک، برای گویم که دردهای جامعه و مشکلات هایی که جامعه امروز روبرو شده. حالا که وقتی که خیلی که گفتی از جانب افسر شعبه کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در گویم که روز روشن در همین چی می بیاید یک نفری که باید که مردم تاجیکستان را حمایت کند، زنهای تاجیک حمایت کند، وطن حمایت کند، می بیاید چیکار میکند؟ در همون منطقه خودش یک نفری 30 سالش کلان هست، چیکار میکند؟ با یک دختری که با همون 30 ساله که طبق همون قانونی که امروز در تاجیکستان است با همون بلاغت نرسیده است، نه؟ با 18 ندر اومده است. می بیاید میخواهد که با او دختر چیکار کند؟ زنا کند. وقتی که می برایان امکش است یا که گویم که بچه امکش است یا که تو خالش یا همسایه‌اش است، هر کسی که هست می براید که میخواهد که حمایت کند، همین سلامتشو گلچه تیر میزند میکشد. حتی که در بعضی منابع همین معلومات دیدم که اون نفر میخواست که چند نفر دیگر را تیر زند بود، لیکن همین سلامتشو چیکار کرد؟ پیش همون تیر در پیش تیر ایستاد و در عاقبت چی شد؟ کشته شد از جانب نفری که باید چیکار میکرد؟ مردم حمایت میکرد. برای همین در همون وظیفه است، برای همین یارو دادن که نه اینکه مردم کش برای مردم کشتن، بلکه مردم حمایت کردن. البته که سالهای آخر به همه معلوم است که چی است در تاجیکستان. اگر که میخوایی که قانون بالای تو تطبیق نشود، باید افسری پلیس شوی یا در یگان گویم که وزارت ها کار کنی، هر چیزی که هست برای تو اجازه است. حتی که انسان هم کشی چی است؟ با یک بلا میکنن میبرورن، یا یک بلا میکنن همو را گناهکار میکنن با تو را سفید میکنن میبرورن. چندین کشتارهای شهروندان تاجیکستان بود، در زندان ها هم بود، لیکن ما ندیدیم گویم که همون سودهای شفاف آشکاره، درهای گویم که آشکاره برای مردم از دوربین ها گویم که چی کرده باشن، ثبت کرده باشن، در تلویزیون ها نشون داده باشن که نگاه کنین این نفرهایی که وقتی که همین به جان مردم قسم میکند، فرزندان مردم تهمت میکند، میکشد، ما این گونه جزا میدیم. فرق نمیکند که تو در کدام وظیفه هستی، تو در پیش قانون برابری هر مردم، هر گویم که هر نفری که در همون جد کدام وظیفه ندارد در پیش قانون برابر است. این گونه نمیکنن.
لیکن حرکت میکنه که میبینه که یک نفرش میکشد میگرسد از تاجیکستان میرود. میفهمی؟ با یک دو نفرش میقپن 3 سال و 2 سال زندان میکنن، باز میبینه که بعد 1 سال از امنیستی میبراید، گویا که همون نفر گریخته گناهکار است. عجیب است. در طول گویم که 10 سال آخر چندین مردم تاجیکستان، نه اینکه در بدخشان، در همه منطقه ها میکشن، در زندان ها میکشن. باز امروزی که وقتی که مردم باید که براید از حکومت پرسد که این چگونه شد که نفری که باید که مردم حمایت میکرد، زنها و دخترهای مردم حمایت میکرد، برآمد اینا کشت. این کشتار تا کدام وقت دوام میکنه؟ خیلی که تو گفتی با میلیون ها دلار نوروزی میکنن، میلیون ها دلار صرف میشود. از همون گویم که از کارگر عادی آغاز کرده تا همون گویم که وظیفه‌دار بالا، همش در گردنشان وظیفه میمونن، باید که خرج کنن. پول ها از هر جا ستانیده میشود از شرکت ها. بعدی چگونه رشد کنه؟ ما در مثلا قشلاق ها میبینیم که راه نیست. یک کانال بزرگ است، گویم که به زبان روسی میگوین که سیل براس، همون سیل وقتی که میآید با همون گویم که کانال میگذرد. از یک قشلاق من دیدم مردم التماس دارن که چیکار کنن؟ خیر کنن برای کوپرق ساختن. میفهمی؟ از یک قشلاق به دیگر قشلاقی که هست در مابین یک گویم که نمیدونم 200 متر یا 300 متر همون جایی که سیل میرود، همون جا باید که چی شود؟ کوپرق شود. از مردم طلبندگی دارن. شما همون نوروز نکنید، چه خیلی که شما میگوید کم خرج کنید، بگذار همون عید شما است، بگذار در خانه‌تان کنید. مسلمان ها عیدشون وقتی میکنن میگوید که نکنید، برای عائلتان کنید. عید قربان، عید رمضان گویم که همین گونه تجلیل کردن از کیسه خودم من میخوام که خیر کنم، دولت میگوید که نکن، تو همون با عائلت کن. حتی کودکان برای خورسندی کودکان چی است؟ میرفتن مثلا در کلا که در طرفای جنوب خیلی رشد کردگی است، نه روزی کودکان میروند گویم که خانه به خانه مثلا سوغاتی میگیرن، توفه میگیرن، همون را من کردن. بله عید گردک. لیکن امروز میبینی حال این نوروز 1 ماه پیش آغاز میشود، همه رقص و بازی، یگان کس مکتب نمیخواند، یگان کس دانشگاه نمیخواند، همه سرسان و سرگردان. برای چی؟ برای 1 روز یا 2 روز. میفهمی؟ میلیون ها خرج مصرف. البته که بعد این چی میشود؟ وقتی که خود رئیس جمهور نابکار است، همون سخنش، همون قولی که رئیس جمهور میگوید با دیگر سخنش زید است. میگوید که 150 نفر زیادتر در توی نباشد، لیکن توی بزرگ برای بچهش خودش تشکیل میدهد. میگوید که ایتها را میگوید که بگذار، میگوید ایتها را خورد کنید، کم مصرف کنید، لیکن خودش چیکار میکند؟ ما این بودیم و فلان بودیم و چند هزار تاریخ داشتیم و فلان داشتیم. بله ما داشتیم، اینا انکار نمیکنیم. ما از همون آدم علیه السلام تا امروز همش تاریخ ما هوا نفر آمدیم، همش تاریخ ما است. لیکن امروز از گویم که فایده ملت، منفعت ملت و آینده ملت فکر کنید، نه اینکه پولی که گویم که مردم با مشقت کار میکنن یا تله های کانه های گویم که تاجیکستان فروخته میشود برای 1 روزه یا 2 روزه نوروز و سال نو گویم که صرف کنه. با روی طلبنده پیش دولت های عرب، دولت های اروپا، بانکی گویم که چینی یا که بانک روسیه رویم طلبندگی کنیم که کمک کنیم، ما این را میخواهیم که سازیم یا او را میخواهیم سازیم، مکتب میخواهیم سازیم. و به همین پولهای میلیون ها میشود که مکتب های نو ساخته. عجیب است. نگاه کن که
همین من اینقدر نگاه کردم که وقتی رمضان بود، البته که برنامه ها نشد، از حساب که آخر رمضان بود، همه میشد 10 روز آخر رمضان بود، 11 شهروند تاجیکستان حکم ابد دادن. غریب. آواز نیست است. بله میگم دور از رسول هامون. بله 11 شهروند تاجیکستان حکم ابد دادن. از همه جوانش 19 ساله بود وقتی که وی دستگیر کردن. من همین 22 مرد 2 سال شد. موی سفید که گویا که از یکی پسرهایش ماشین را فروخته برای وی 23 سال حکم دادن. میفهمید؟ باز با 2 پسر دیگرش همین گونه حکم دادن. 23 سال 22 سال و 8 ماه همین گونه حکم دادن. خودش قریب با نفر 70 ساله است. 22 سال در کجا است؟ در این مسئله یگان رسانه های تاجیکستان گپ نمیزنند. بعدی میگوید که در حقیقت میگوید امریکا چیکار کرد؟ از پاکستان یک نفر قپی داعشی را برد، گفت است که وای داعشی با همون 2 تاجیک از همون 4 نفر با 2 تاش گویا که صحبت کرده باشد. عجیب است. چگونه صحبت کردن میو؟ او کی است اون نفر؟ وقتی که روسیه میگوید که این نفرها چیکار کردن؟ فرمان از چی گرفتن؟ همون آغازهایی که دلیل هایی که روسیه پیشنهاد کرد از همون یک روز نگاه کنید. میگوید که از اوکراین گرفتن فرمانه. اوکراین با که این نقشه را با انگلیس تشکیل داد، میگوید نه، با بریتانیا تشکیل کننده این میگویم که انفجار و همون کشتار و قتل اوکراین و چی است؟ بریتانیا است. گویا که این تاجیک ها را استفاده کرده باشن. خب بعدین برای چه حکومت جمهوری تاجیکستان تا امروز نمیگوید که همون بچه‌ای که صاحب کراکوسیتی بود، همون نام و فامیلش از یادم برآمد، نام فامیلش امیل بود، چی بود؟ همون امیل بود، همون نفری که آذربایجانی، ملتش آذربایجانی، همون صاحب کراکوسیتی، همون گفت که کل نوارهایی که بود ما همش گرفتیم و همین گویم که وزارت امنیتی فدراسیون روسیه سپاریده. میگوید کل همه چیزها را، موادهایی که هست، نوارها، برای چی پیشنهاد نمیکنن همون نوارها را؟ بگذار حکم گرفتن. ما باید دانیم که همین بچه ها در حقیقت همین گونه کردن. همین 4 نفر حکومت بسپران نمیره. حالا با حکومت، حالی که من میگم که حالی چند قدر وقت شد حالا هم نشان ندادن. بگذار برارن که گوین که در حقیقت همین 4 نفر کرد. چی است اگر که تمغه زدین، تمام گوشاشون بریدین، با دهناشون لغت کردین، هر کاری که نسبتشون کردین، تمام آشکار کنید ما بینیم که در حقیقت همین جوان ها همین عمل کرده است. چگونه این جوان در همین یک مدت چندین گویم که 100 و چند نفر کشت، چگونه این جوان ها یک گویم که زدانیا، یک بینای بزرگ علاو سر داد، برای چی همون بینای بزرگ از پایان علاو نگرفت و از بالا علاو گرفت؟ چگونه این کل بینا در یک مدت سوخت تمام شد؟ چگونه این جوان ها آمدن و در همون نوارها دیده میشه شد که از قفاشون یک نفر ویدیو میکرد، گویا که از قفای ماشین اینها. این کی بود؟ برای چی در همون گویم که 500 متر همون گویم که سپتناس ها یا که امان ها را عدل امان ها بود، برای چی اونها در همون وقت رسیده نآمدن؟ چگونه این جوان ها از مسکو تا نیمی راهی گویم که اوکراین یا که بریانسک مینسک تا اونجا را رفتن؟ برای چی نوارها نیست؟
برای چی این جوانها را از یکم روز یا از همون دقیقه دستگیر کردن؟ چیکار کردن؟ لطوکو به برق موندن، گوشهاشون بریدن. چگونه این کارها شد؟ با کدام دلیل و با کدام اسناد؟ بله گفتن ما ممکن است هر یک فرد تاجیکستان گفتنی است هم مرد است آخر خب میکرده همین سلامت شاه گالچایف چی در کار بود گفتنش ممکن است. همون دیگر نفرهایی که حکم ابد گرفته است اونها که گفتن ممکن است. لیکن همون نفرها همین دخترها همین بچه ها که امروز حکم ابد گرفتن همون موسفید برای سیاست های بیام که دولت روس و بریتانیا و امریکا و دیگر چیز باید چی شود؟ قربانی شود. برای سیاست نادرست حکومت جمهوری تاجیکستان جوانان تاجیک کشته شود. دخترهاشون از جانب افسرانی که امروز باید که این دولت حمایت کنن، ناموس دختر و زن و مادر این ملت حمایت کنن، باید که زنا کرده شود. اینقدر که امروز تاجیکستان پر از فحش و فاحشه و حرام و دیگر پر شده است که دیگر اینترنت میدرایی باور که شرم میداری. نه شرم مانده است نه حیات مانده است. رفتار خوب و گفتار خوب و غیره. کدام رفتار خوب دیده نمیتوانی وقتی که اینترنت وارد میشوی. میفهمی؟ جیان با ینگش زنا کرده است. میبینی که دادر با ینگش زنا کرده است. پدرش با کلینش زنا کرده است. زن همسایه را زنا کرده است. این قدر نوارها مگر پیش همین کارها بود؟ یک بار به خدا قسم یک بار در پیش وجدان خودتان ای مردم تاجیک سوال کنید که پیش همین کارها همین گونه بود؟ همین گونه فحش و حرام بود؟ همین گونه دخترهای نرکمن میشنن فلانی قطیشیش دیمو دیگر همین یا تکشی دیمو دیگر فلان کردیمو؟ همین گونه دخترها بودن؟ این آر بود، این ناموس بود. نه اینکه برای پدر و مادر، با کلی همون گویم که قشلاق همون محله بود. امروز جامعه کجا رفته ایستاده است با رقص و بازی و دیگر؟ اگر که گویم که پروا نداریم بگذار که ما در زندگی ما در اروپا است، یک نفر میگه که من زندگیم در ژاپن است، یکی میگه که در کره است، یکی میگه در امریکا است، دیگر تاجیکستان نمیرم. آخر اینها همشون برادران خواهران ما است کو، هموطنهای ما است کو. جامعه نابود شده ایستاده است. آبروی عزت شرف مردم از دستش گرفته شده ایستاده است. از حسابی که ما بی‌پروا هستیم همین گونه فرزندان ملت برای زندگی خوب، برای بهبود کردن زندگیشون در تاجیکستان آمده در روسیه چی شده ایستادن؟ با تهمت ها حکم ابد گرفته ایستادن. حتی که به موی سفیدان ما رحم نمیکنن. باید که همه عقلش کار فرماید. مردم باید که طلب کند، حکومت باید که طلب کند. برارت ما دیدیم ما فلان نه، برار به مردم نشان ته. وقتی که مردم تمغه تروریسم میزنید برای آشکارا چیکار کنید؟ به مردم گوید که در حقیقت همین گونه. لیکن هیچ چیزی اسناد ندارید. حتی که دیروز من شنیدم ابخازیا یک تاجیک دستگیر کرده است بر روسیه سپرده است. گویا که چیکار کرده است؟ نوارهای اکستریمیستی و تروریستی در رسانه ها او پهن کرده باشد. هر جای میری مسلمان تاجیک یا که حتی که نماز هم نخواند این تاجیک باشد تمام. یا بالاش تومت میکنن میبرن تمام. از پیشش یگان کس آواز بلند نمیکنن. نگاه کن 4 سال نگذشت، 4 سال گذشت، 4 سال نگذشت، امروز سلامت شاه گالچایف با همین نفر از کی کشت؟ همون نفره که از همون منطقه است کلا. نگاه که آدم ها اینقدر بیشرف شدن.
باز ما میگیم که از دیگرها گیله میکنیم، نسبت مردمی ما ناعدالتی میکنن. وقتی که ما به نسبت یکدیگر ناعدالتی میکنیم، وقتی که ما حق و حقوق خودمان را دفاع کردن نمیتونیم، نه اینکه در بیرون، در تاجیکستان، در داخل دولت مال و ملک ما فقط برقص و بازی و تنس و شراب نوشی و داروکشی و تبلتکه و غیر فحش و فاحشگی رفته ایستاده است. مگر با همین دولت پیش می رود؟ جامعه پیش می رود؟ مگر جوانهای سالین با علم، با مرتبه، شجاع تربیه کرده می شود در یک جامعه که فسق و فساد و حرام اوج گرفتگی است؟ خانانت گفتن رحمان و کتیکو پیش نمی رودی چی؟ باید که پیشی فحش و حرام گیر. اول مکتب و مدرسه ها را کو گویا که به سطح بالا بردار، معاش های معلم ها را زیاد کن، زندگی مردم را به کن، امکانیت ها کشا که مردم چکار کنن، به همین سمت حرکت کنن. بعدین ممکن که بعد مرگ ما دیگر تاجیکستان رشد میکند و این مردم به یک صاحب عزت و شهرت و یک مرتبه های بلند میروند. لیکن اگر که همین گونه رفت، دیگر میبینید که تاجیک ها چی میشوند؟ سیفیلیس میشوند، سپید میشوند، گیپاتیت ب میشوند، گیپاتیت اس میشوند، هر چیزی که هست میپوسند، زنده به زنده میپوسند. حالا که امروز در همین تاجیکستان همین گونه هست که میگوید که کسلی سپید خیلی زیاد شدگی است. از کجا هستیم؟ از همین فحش و فاحشگی و حرامکاری. از برای همین بسیار مشکلات هایی که هست که باید که مردم به این چیز چیکار کند؟ از حکومت پاسخ پرسد، پاسخ طلب کند. حکومت برای همین است، بردن اداره کردن کار مردم است. مردم اونها را به وظیفه انتخاب کرد که کار مردم را پیش برد، مردم را حمایه کند، نه اینکه فقط گویم که از جیب مردم دزدد، مردم را غلام کند، مردم را فحش و فاحشه و الکش و نرکمن کند، مردم را تمغه تروریسم زند. برای این نه حکومت. همین قدر گفتنی بودم. البته با اهل و عائله سلامت گلچایف و برادر محمد تقایف صبر، این لله و این الیه راجعون. ما از خداوندیم، باز به پیش خداوند برمیگردیم. امروز شنیدم که مادری برادر محمد تقایف هم درگذشتند. خدا رحمت کند، جایشان را جنت کند، و رحمتش و جنتش مادر میسر گرداند. در حق مادر دعا کنید، در حق برادر محمد تقایف هم دعا کنید انشاءالله. در حق برادر سلامت گلچایف هم، سلامت شاه گلچایف هم دعا کنید. در حق عائله برادرم دعا کنید. فرزنداش سالم صالح با شجاع مانند پدرش به وای رسند. البته هر چیزی که میخواهیم، یگانه چیزی که ما میخواهیم عزت، شرف و ناموس مردم را حمایت کردن و مردم ما با شجاع، با علم و عزتمند شدنشان رو میخواهیم. همین قدر اون چیزهایی که ما میبریم در برنامه ها گپ میزنیم، فقط همین نقشه، همین مقصد قدیم. زنده باشه برادر عبدالله. آمد باشی دیگر. اگر اگه صحبتی چی نباشد من خارج میکنم انشاءالله. دیگه همون مسئله که رامون در همین چی گوش کردید در مسئله فلسفه رمضان نو صحبت کرد. نه من صحبت نکردم. یک چیزی که من دیروز در رسانه دیدم که گویا که رستم امامعلی گفته باشد که دیگر در دوشنبه همین چیز نشنوم که در عدل‌های پلیس یا گویا در شعبه های پلیس یگان کسی شکنجه یا برق نمانده یا عذاب داده همین گونه کارها را نبینم. این عملها
گویا که از حکومت شوروی میراث ماندگی است این کارها نشود گفته یک نفری که گویا که بچه یک ویدیو نه من در مسئله چون بعضی ها میگن که مثلا نوروز رو تبریک کنیم به مفهومی که در تاجیکستان این نوروز عینی حال جشن گرفته می شود مفهومش به عقیده ضرر دارد. یه لحظه اگر من اینجا این کارو بکنم خب نه اینو میدونم تو خب پایان میری ولی به هر صورت بعد اینجا رو گوش کنم صدا رو باشه جشن طبیعت و انسان است. همچنین نوروز ما را به نیکی و نکوکاری دعوت میکند. پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک چنین است فلسفه اصلی نوروز که آیین و باورهای آسمانی انسان ها بعداً از آن سرچشمه گرفتند. بیهوده نیست که تحکیم وحدت و دوستی از قلب ها بیرون کردن کینه و عداوت و کمک به نیازمندان، عیادت بیماران و دستگیری یتیمان و معیوبان از جمله بهترین سنت‌های انسان دوستانه نوروز می باشد. خصوصا در شرایطی که جهانمندان عیادت بیماران چند بود؟ 5 ها بیرون کردن کینه و عداوت تحکیم وحدت بعداً از آن سرچشمه گرفتند. بیهوده نیست که تحکیم وحدت و دوستی صفحه اصلی نوروز که آیین و باورهای آسمانی انسان ها دیدی یعنی فلسفه اصلی نوروز آیینی آسمان این باور اعتقادی آسمانی انسان ها یعنی در اینجا فلسفه را همچون یعنی نوروز همچون یک مسئله ادیان مطرح میکنن نه همچون یک مسئله جشنی مثلا خورشیدی سال نو خورشیدی مثال خب همچون یک چیزی که خب سال نو خورشیدی یک سال نو از در دوران سلجوقیان نیست چی کرد بعد از سلجوقیان دیگه ایران هم به همین مضمون مثلا سال نو میگن مبارک نمیگن مثلا عیدی مثلا نوروز یا فلان بسم الله. حالا دوامش نگاه کن یعنی در عید آسمانی و کدام شعار اعلام میکنه بعداً از آن سرچشمه گرفتند. بیهوده نیست که تحکیم وحدت و دوستی از قلب ها بیرون کردن کینه و عداوت و کمک به نیازمندان، عیادت بیماران و دستگیری یتیمان و معیوبان از جمله بهترین سنت‌های انسان دوستانه نوروز می باشد. خصوصا در شرایطی که جهان امروز و صلح و همدیگر فهمی نسبت به هر زمان دیگر نیاز بیشتر پیدا کرده است. این ارزش‌های نیک و بشردوستانه نوروزی می توانند به انسانیت خدمتی ارزشمند انجام دهند. محض با در نظر داشتی جایگاه و اهمیت این آیین دیرینه ما تصمیم گرفتیم که در پایتخت کشور محبوب آیین به هر حال یعنی در عموم نوروز رو همچون یک مسئله جشن عنعنه‌ای آسمانی معرفی میکنند و گفتار و پندار و نیک رفتار نیک رو همچون یک فلسفه و اساسی نوروز میدونند. ما در عموم میدونیم و با آسمان ربطش میتید در عموم هم این آیین است. آیین چی رو میگویند؟ مشخص است که این تعلق به یک ادیان دارد در ادیان گذشته. بر اساس همین بعضی از بچه‌ها بیشتر یک مسئله‌ای که به میان اومد که ما زیاد تبلیغ نمی‌کردیم تو امروز چه زمانی در حرکت سیاسی بسیار بودیم و بعداً خارج شدیم عین حال سازمان جوانان مسئله عقیدتی است و در این مسئله بسیار بعضی ها اصلا اهمیت نمی‌دهند که میتونه خطر ایجاد کنه. درست است که ما یک انسان سیاسی و می‌خوایم آینده تاجیکستان رو بسازیم ولی ما می‌خوایم معین بکنیم که حکومت امروزه رحمان فقط ادعاهای تجلیل کردن جشن رو میکند باید دقیقاً آشکار به مردم آشکار کند که از این چی میخواهد. اگر مردمش عقیدهش این باشه که عوض کردن جامعه به کل به یک ادیان جدید است را آشکار باید حقیقت آشکار بکنه نه اینکه پنهان کند. سالها مبارزه میبرد
همونطور که خود در بالا ذکر کردی نمیگذارد که مردم از جیب خود عید بکنن، ولی وقتی که عید دیگر میاد خودی حکومت تبلیغ میکنه. با اینجا میاد که فلسفه نوروز این خدمت کردن، به یتیمان فلان دادن، سیله کردن. خب در کجای فلسفه نوروز چون این مسئله اومدگی است؟ در کجا قدم او اینده اومدگی است؟ بله یک چیز است کلا که بله هر چیزی که رحمانوف گفت نگاه کن که همش اساس و ریشه از اسلام دارد، فهمو؟ لیکن این نفر همون اساس و همون سخنها را به نوروز ربط میدهد. کلا که کینه و عداوت به همین چیز تبلیغ میکنه، مگر اسلام به همین چیز تبلیغ نمیکند؟ 3 روز از با یکدیگر 3 روز سخن نکردن، 3 روز زیاد سخن نکردن رو اسلام حرام میگوید. بله. و انسان ها در گناه هم میگوید که اگر که هر یک میگوید، نه ای که برادری گویم که از یک پدر و مادر، بلکه با همسایه با هر نفری 3 روز زیادتر با مسلمان ها هم صحبت نشدن، این چی میگوید؟ در گناهید میگوید. صدقه، مگر اسلام به صدقه ترغیب نمیکند؟ نفرهایی که پول دارن حتی که پول ندارن اونها را به صدقه دعوت نمیکند؟ کمک به دیگران دعوت نمیکند؟ رفتار خوب، معامله خوب، عزت و حرمت نسبت کلانسالان و خردان به این چیز دعوت نمیکند؟ کمک به یتیمان به این چیز دعوت نمیکند؟ هر چیزهایی که رحمانوف در همین اید میگوید و به همین اید ربط میتید اساس دلیل ندارد. نه منظور یک چیز است که من اینجا میخوام یک چیز فقط دقیق اهمیت بدیم که یعنی وقتی که خودت میگو که نوروز همین فلسفه را دارد، در کجا، در کدوم ادیان، در کدوم فرهنگ، در کدوم فرهنگی سو، در کجا همین ذکر کرده شده است که نوروز همین فلسفه را دارد؟ و اگر چون فلسفه اوینامه یگون چه وجود داشته باشد خب به مردم ارائه کنید. اگر این برگرفته از دین زردشت است، خواهد بگیم که این یک عید زردشتیان است و در عید زردیان در دین زردشتی کردار اینه، کیندار اینه، رفتار اینه وجود دارد و فلان 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 رابطه و چشمش اویستو. و اگر چونین نیست خب دقیق کنید، مثلا درویه نباید باشید، چون اینجا مسلمان خودش رو اشکار کند که این جشن اوناسیون نیست و زردشتی خودش رو معین بکند و فارس هم عرض کرده که میخواد مثلا ملتگرای دقیق باشد، مثال خب نه من به اسلام نه، مثلا خب مشخص بگرداند. اگر هدف این باشد که شما 1400 ساله میراث دینی رو میخواهید از بین ببرید و در پشت پرده یک چیز جدیدی رو بیارید که او کاملا برگرفته از دین زردشت است، خب بیایید اول اثبات کنید که این جوابگوی آینده کشور خواهد بود، جوابگوی آینده این ملت بود. مثل لبنان نشود که بعد مثلا نصف شیعه 30% دیگه سنی، 30% مسیحی، بعد چند 10% دیگه چند بعد یه عمل بشپن با هم، یا که مثل دیگه کشور نشود. این دقت دقلگی به میان میاره، چون وقتی برنامه دقیق، روند دقیق تغییر ادیان در جامعه وجود ندارد و اونو با یک روند خیلی کوتاه ضربه میزنند و او رو بعد آشکار میکنن. رحمانوف تقریبا طولی 15-20 سال میشه این مبارزه رو آغاز کرده است. و روند 15-20 سال علاقه آشکار بیان کردن این چیز، این خودش نشان میدهد که جامعه ما در کوتاه‌ترین فرصت و دقلگی برمیگردن. همینه که حملات به طلبک صورت گرفت چندین مراتبه، خودش آشکار بیان کردن این قضیه هاست که بعد از سری رحمانوف که حکومت به خانواده تبدیل جنگ خانوادگی شروع می شود، در شکی نیست که جنگ مذهبی و ادیانی در دو جون شروع پیدا میکنه دیگر. بله کلا که یک چیزی که است که امروز این چیز پیدا شده است، ما در رسانه ها بسیار میبینیم وقتی که اسلام بدبین ها خیلی زیاد شده هستند، اما فخر گویو که از همون دولت های گویم که قبل از اسلام بودن با اونها فخر میکنن. اون چیزی که از اسلام است فقط از شاعران و عالمان و چه فخر میکنند، از خود اسلام نه، از اونها. گویا که همون عالم هایی که بودن اونها فارس بودن لیکن به اسلام گویا که ربط ندارن. همین گونه که وقتی که حکومت دولت فارس میگویند که ما دولت بزرگ داشتیم، دولت فارس و فلان و دیگر، لیکن نمیگوید که دولت های قبلی
در این منطقه ما باختر بود، سوخت بود. سوخت و باختر به دولت فارس یا که ایران یگان تعلق نداشت. یک منطقه هایی که کشورهایی که گویم که مستقل بودند و بعدین اونها هجوم کردن، آمدن گرفتن، وارد این دولت بزرگ فارس شده. حتی که چی میدادیم؟ بارج میدادیم، پول میدادیم. این چیزها در تاریخ ثبت شدگی است. خیلی که هر نفری که میتواند که امروز بیاید گوید که ما همین شوروی، قسم شوروی بودیم، تمام ما شوروی هستیم، تمام ما روس هستیم. فهمید؟ برای چی؟ برای آنکه گویا که در همون خریطه بودیم. لیکن پیش از آمدن شوروی ما در همون گویم که داخل همون مملکتی شاهی روس بودیم یا نبودیم. و شوروی چگونه وارد این منطقه شد، چندین مثال هزارها را کشت، چندین مثال گپ چیکار کرد، سرسان و سرگردان کرد، مال و ملک های مردم کشید گرفت. از برای همین یک چیزهایی که است که غلط است که نگاه کن که امروز مردم تاجیکستان 70 سال حکومت شوروی نتوانست که این مردم چیکار کند، از دینش گرداند. لیکن در 35 سال رحمان توانست و امروز در بین فرزندان این ملت اختلاف است. اولی که همون نفرهایی که خودشان را مثال گپ دین بدبین نشان میدن، حال آشکارا چی نکردن، مثال روهاشان با چهره ها نمیبراین، لیکن بعضی اشان میبراین هم در دو کرسی میشینن، هم مسلمان، هم زردشتی، هم چی گویم که ملتگرا. ملتگرای تاجیک نه، ملتگرای فارس. بله بلوچ ها هم فارس هستند، اینجا افغان ها هم، اونجا پاکستان ها هم، اسیتین ها هم، کورد ها هم، همشون فارس هستند. لیکن اون چیزی که هست که با ملت ما ها از فرزندان فارس هستیم، لیکن دین ما اسلام است. برای چی حکومت با این دین می جنگد؟ برای آنکه وقتی که انسان از دین دور می شود چی می شود؟ همین رقاصه می شود، همین نرکمن می شود، همین فاحشه می شود، بی غیرت می شود. و بعد این چی؟ هر کدام کشوری هست می بیاید بالاش تجاوز می کند، بالاش ظلم می کند. دیگر چیزی نیست که او را چیکار کند؟ به شجاعت دعوت کند. با غلامی دولت پیش نمی رود. برای دولت پیش رفتن چی لازم است؟ شجاعت مردم لازم است، شجاعت فرزندان ملت لازم است، برای مردم عقیده لازم است. لیکن امروز خیلی که تو گفتی این چیزی که نقشه رحمانوف امروز آیسته آیسته آشکار شده ایستاده است. از برای همین اون چیزی که نقشه های این چی می شود؟ برباد می رود. بگذار که هر نفری که امروز حکومت اسلامی نیست که گویم که نفر از دین خارج شود و رود زندان کند و گویم که با اسلام دعوت کند و توبه و غیره احکام الهی را بالاش تطبیق کند. هر نفر میتونه زردشتی شود، نصرانی شود، هر چیزی می شود. لیکن الله الحمدلله که ما میبینیم هزارها از دیگر ملت، همین پروفسور و همین دکتر و انجینیر و غیره در دولت‌های غربی اسلام قبول کرده ایستادن. هر سال ده ها مسجدها باز شده ایستاده است در اروپا. بگذار شما هر چیزی که شوین. لیکن الله شما را با دیگر انسان‌هایی که از شما خوب، از شما بهتر عوض کرده ایستاده است. امروز میبینیم که در ژاپن همین نماز عید که بود تقریبا 6 یا 7 بار خواندن در یک مسجد. اینقدر انسان زیاد است مسلمان ها که در یک بار یا 2 بار نماز عید خوانده نشد. ما میبینیم خیابان ها، کوچه های روسیه را میدیدیم، نه پر از مسلمان. بریتانیا را دیدیم، دولت های آلمان را دیدیم، امریکا را دیدیم، چندقدر مسلمان است. روز از روز زیاد شده ایستاده است. لیکن یک چیزی که است که وقتی که مشکلات هست مسلمان ها گناهکار هستند.
وقتی که بسرشون چی بیاید باز میگه که ما برادر هستیم. میفهمی؟ وقتی نوزیکیش اومد از اسلام گپ میزنه. بله. برادر عبدالله تشکر از اشتراک، خیلی شد صحبت کردیم. من و ایسو است تقریبا سلامت باشی، سربلند باشی. از برای همین اون چیزی که هست نقشه رحمانوف است. نقشه رحمانوف من خیلی که در وقت او دفعه که رحمانوف مریض بود در همون وقت گفتم که رحمانوف امکانیت داشت و دارد که پیش پروردگار توبه کند. یک روزهای نزدیک موندگی است میرود پیش الله. البته این حکومت هم میماند، این از این مردم هم میماند، همه مردم هم رفتنی از پیش پروردگار. از برای همین اون چیزی که هست باید که پایبند دین باشه. البته همون هویت، جسارت، ناموس همین چیزها را از دست ندیم. مسلمان برادری مسلمان است، فکر یکدیگر کنیم، غمخوری به یکدیگر. ان شاء الله که دین الله هم پیروز میشود، مسلمان ها هم پیروز میشود. از برای همین اینقدر گویم که بالای سخنهای رحمان و اینقدر چی نکنیم، فکری زیاد هم نکنیم، زیقم نشویم. ان شاء الله بسیاری ها تا امروز بسیاری ها حرکت کرده که نابود کنن، خودشون نابود شده رفتن. یک چیزی که هست که از برای همین من همون گپ خاتمه ندادم، گویا که رستم امامعلی همین گونه گفته باشد که البته من گفتنی هستم که اگر که همین چیز حقیقت داشته باشد خیلی خوب است. برای چی خیلی خوب است؟ برای که امروز چندین جوانهای تاجیک در زندانهای تاجیکستان از حساب همین شکنجه، از حساب ظلم، از حساب زورآوری در زندانها گناهایی که نکردن به گردنشان گرفتن، امروز رفتن شیشتن در زندانها شیشتگی هستند. هزارها مادرها بی فرزند، هزارها زنها بی شوهر، هزارها طفلها بی پدر. برای چی؟ برای که پدرشون در زندان هستند. اگر قانون باشد باید که گویم که طبق قانون عمل کرده شود و قانون برای همه یک باشد. سلامت باشی برادر، سلامت باشی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کلی برادران عزیز از اشتراک در برنامه. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، ما همونطور که اسم برنامه رو گذاشتیم چرا حقیقت‌های تاجیکستان رو از ما پنهان می‌کنند و کی حقیقت‌های تاجیکستان رو از ما پنهان می‌کند. ما در برنامه 50 دقیقه قدرت و حقیقت برامون همین موضوع‌ها صحبت کردیم و چندین حقیقت‌هایی رو گفتیم که این میتواند یعنی پنهان کننده اون حقیقت‌ها باشد، ولی به هر صورت هر کس حقیقت خود رو دارد. برای همین ما اینجا از دید نظر خود صحبت کردیم و چندین مسائلی رو بیان کردیم که از دید ما این حقیقت‌هایی است که رحمان اونها را میپوشد، پنهان می‌دارد تا اینی که من و تو از او بخبر نشویم. برای همین شاید برای بعضی ها این چیزایی را که رحمان رو پنهان میکند برعکس با فایده به نفع اونها باشد و اونها این چیز رو درست‌تر می‌شمارند و در مقابل ادیان مردم، در مقابل ارزش‌های مردم مبارزه می‌برند و برایشان این چیز مهم است. و برای ما برعکس است. ما تلاش کوشش میکنیم برای مردم خود بفهمونیم، برای جامعه خود بفهمونیم اون چیزی رو که درست میشماریم اون رو به جامعه بگوییم که امروز نقشه و برنامه‌ها موجود است و ما باید زیرکی خودمان از دست ندیم و برای اون راهی مشرفی که داریم برای اون چیکار کنیم؟ مبارزه و تلاش کنیم و تلاش کنیم که کسایی باشیم که به دست ما ظالمینی که در مقابل ارزش‌های ما مبارزه میبرند سرنگون کرده شوند. نگذاریم که این ظالمین به دست دیگرها منتصر نکنشند و ما پرچم بردار اون باشیم که در روز قیامت پاسخگوی اون چیزی باشیم که بتونیم بگوییم که ما توانستیم ظالم رو سرنگون کنیم و حکومت رو به دست مردم برگردانیم. مردم تصمیم گیرنده آینده کشور خود باشند. پس شما رو به خدا میسپارم و تا آن دمی که ما و شما پیروز شویم خداوند شما رو در پناهش نگهبان باشد و ما هر هفته کوشش میکنیم بعد از رمضان برنامه قدرت و حقیقت را در پخش مستقیم در کانال سازمان جوانان برای تاجیکستان در فیسبوک و یوتیوب پیش ببریم. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه‌های بعدی. در امان پروردگار باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.